با عرض سلام خدمت هموطنان عزیزم در هر جای این کره خاکی که جا دارین. مزاحمت این است که باید موضوعی که لازم هست و واجب هست و فکر میکنم هر کس به سهم خودش باید آنچه که بر عهده‌اش هست که راست و درست هست رو انجام بده. من هم باید سهم خودم انجام بدم، نه به خاطر اینکه این شغل منه، این وظیفه یک انسانیه، وظیفه هر انسانیه که برای انسان بودن خودش، برای اینکه این نام رو با خودش یدک میکشه تا آنجایی که در توانش هست در مسیر راستی و راستگویی و حقیقت حرکت کنه، حتی اگر کسی میتونه ضرر و زیانش رو هم بپذیره و این موضوع رو سهل و آسان نگیره، چون این وظیفه هر انسان هست تا زیست میکنه در راه راستی حرکت کنه. یکی از دوستان عزیز دیروز منو مورد لطف قرار داد و منو نصیحت کرد، حتی اخطار داد، حتی گوشزد کرد که این نوع که تو به جامعه مسیحیت فارسی زبان داری نگاه درستی نیست رو، و از من خواست که خرد پیشه کنم و این نوع سخن رو بذارم کنار. خیلی ممنونم از ایشون. حتی ایشون یه آیه به من لطف کردن که گذاشتن برای من بخونم که حکایت از همین داشت. این آیه رو برای شما میخونم که ببینید ایشون چگونه من رو مورد محبت خودش قرار داده. اول تسالونیکیان باب 4 آیه 11 اینو میگه: آرزومند این باشید که زندگی آرامی داشته باشید و به سر کار خیش مشغول بدارید و با دستهای خود کار کنید، همان گونه که شما را حکم کردیم، بدین سان زندگی روزمره شما احترام مردم بیرون را برخواهد انگیخت و محتاج کسی نیز نخواهید بود. من در جواب ایشون گفتم برادر، این آیه توی ادبیات فارسی و توی فارسی روزمره مردم ایران یه جور دیگه هم میگن. گفت چیه؟ گفتم میگن دستت رو کلاه خودت بذار تا باد نبره. و ایشون یه جورایی تایید کردن، انگار به نظرشون اومد که این چیزی که من میگم کار درستیه. اما برادر، واقعیت این است که در وادی عیسی مسیح هیچ کس دستش رو کلاه خودش نیست. همه برای راستی نیستن تا اونجایی که حتی ضرر و زیانش رو هم قبول میکنن و خداوند گفته در این موارد هست که فرزندان من خوانده خواهید شد. عافیت طلبی در زندگی عیسی مسیح به این گونه نیست که شما سیاستمداران رفتار کنید. به قول ایرانی ها، هموطنا، این شعر معروف میگه که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، و از همین صحبت ها عرض کنم خدمتتون علت این حضور من در این رسانه ها که حالا تازه آغاز شده و نمیدونم چه میزان مخاطب پیدا کنه یا اصلا کسی توجه بکنه یا نکنه. به نظرم میاد که اینجوری دارم سهمم انجام میدم. به جایی که همه میخوان صدای مردم باشند، خب منم از زاویه خودم میخوام صدای مردم باشم. صدای مردم ایران این نیست که شما نقل قولهای رسانه‌های خارج رو تکرار کنید و جوری هم تکرار کنید که مراقب باشید کسی دلخور نشه، ناراحت نشه و مطابق با اون چیزایی که رسانه و
جو خارج ایجاب میکنه. اگه شما میخواید نون به نرخ روزخور نباشین، شما اگه میخواید صدای مردم باشین، باید خودتون هم چیزی برای گفتن داشته باشین. تکرار حرفای دیگران، تکرار حرفای مفسرینی که این جنگ رو تایید میکنن، این هنر نیست. این هنر نیست که شما هر که الان جو ایجاد میکنه، شرایط ایجاد میکنه که امروز بگید که ما میخوایم صدای مردم باشیم. اگه فردا دیدی ضرر میکنید، دیگه صدای مردم نمیخوایم باشید، فقط صدای بیزنستون میخوایم باشین. صدای مردم بودن برای اینه که تو بهاشو بدی برادر عزیز من، خواهر من. صدای مردم به این معنی نیست که تو متکلم دیگران باشی. اگر اسم عیسی مسیح رو به دنبال میکشی، این دیگه رسالتش خیلی بزرگتره، چون صدای عیسی مسیح صدای حقه، نه خودش نه دنبال کنندگانش به دنبال عافیت طلبی نبودن که الان بیاید به من اخطار بدید یا ورنینگ بدین که آقا این کاری که تو میکنی اشتباه هست و بیا برو خرد پیشه کن، و اگر خرد پیشه نکنی عواقبش میکشی. و یا به نوعی بیان به تو بگن آن کس که راه دارد و بیراه میرود، بگذار تا رود و بیند سزای خویش. یعنی منتظر باشید من که اینجا میخوام با بیان دیگه ای صحبت کنم، من تو این بیان عواقبش و عقوبتش رو میکشم، و چون عقوبت این داستان رو میکشم، پس دست بردارم از گفتن آنچه که فکر میکنم درسته. من فکر میکنم که راه درست رو باید همه برن. هر کس که نام انسان رو و نام عیسی مسیح رو به دنبال خودش داره و میخواد صدای واقعی مردم باشه، باید خودش به صورت کاملا انفرادی ببینه چه جوری باید صدای مردم ایران باشه. وقتی شما حرفای دیگران رو تکرار کنی، نقل قولای دیگران رو تکرار بکنی، صدای دیگران هستی، صدای مردم نیستی دوست عزیز. اینو من خدمتتون قاطعیت بگم، از این راه شما صدای مردم نخواهید بود. خیلی متشکرم از لطفتون. از خدای بزرگ میخوام که هدایت واقعیش و هدایت دائمش از ذهن و روح هیچ کدوم از ما دور نشه و ما حق طلب واقعی باشیم، حقیقت جوی واقعی باشیم، نه متکلمان رسانه هایی که نمیدونیم پشت ذهنشون چه میگذرد و چه هدفی دارن دنبال میکنن. خیلی ممنونم از لطفتون و به دستان خداوند میسپارمتون. پاینده و پیروز باشید.